روز من اینجوری شروع شد که ساعت 5:30 صبح از خواب بیدار شدم و داد و بیداد که مامان بدبخت شدم بیچاره شدم، ساعت 5:30 کلاسم شروع میشه هنوز خونم. و مامانم اینجوری از خواب بیدار شد که ساعت 5:30 صبح نه عصر. دیگه خوابم نبرد، رفتم به عنوان صبحانه 3 تا دنت خوردم، خودمو خفه کردم، آماده شدم که ساعت 11:30 برم آیلتس دیلی. چرا اینجوری میکنی؟ مثل پتومتی بشینین دیگه یه دقیقه. و اینجا هم پس از مدت‌ها کمند رو دیدم و داریم با هم ویدیو میگیریم. I want to say a bottle of water. Is that satisfying? Is that enough? اینجا هم برای کاور پستا داشتیم عکس میگرفتیم که هیچ کدوم خوب نشد. من که رضام. بعدش هم با هم دیگه راه افتادیم و رفتیم کافه راوی که خیلی خوشگله و خیلی دوستش دارم. اینجا نیز به قاب‌های گوشی نگریستیم و یک عدد قاب خریداری نمودیم. اینم اون کلاسی که به خاطرش 5:30 صبح بیدار شدم، ولی 5:30 عصر با آرامش برگزار شد. شبم رفتم کوه پارک، منظرش فوق‌العاده بود و ما خیلی خوشگل بود.